دو نکته اصولی و کاربردی در مورد حرکات ساعد دست. سلام دوستان به ورزشکاران گرامی. دو تا نکته هستش که در مورد حرکات ساعد دست خیلی اصولی و مفید و کارآمد هستش. اولین نکته این که حرکات ساعد دستتون رو سعی کنید همیشه در روزای تمرین جلو بازوتون انجام دهید و در انتهای تمرین جلو بازوتون انجام بدید. این حرکات ساعد دستتون رو چه جلو ساعد چه پشت ساعد فرق نمیکنه. و دومین نکته این که حرکات ساعدتون رو سعی کنید که در 3 ست 20 تایی انجام بدید، یعنی که هر ست 20 تایی باشه. اگه جزو ورزشکاران مبتدی یا متوسط هستید، 3 ست 20 تایی حرکات جلو ساعد و پشت ساعدتون رو به صورت مجزا انجام بدید. یعنی اول حرکات جلو ساعدتون رو در 3 ست 20 تایی انجام بدید و بعد حرکات پشت ساعدتون رو بازم در 3 ست 20 تایی انجام بدید. و اگه جزو ورزشکاران حرفه‌ای هستید، حرکات ساعدتون رو فقط در 1 ست 20 تایی انجام بدید. بازم میگم چه ورزشکاران مبتدی و چه ورزشکاران متوسط و حرفه‌ای در انتهای جلو بازو حرکات ساعدشون رو انجام بدن. و بازم میگم که مبتدی‌ها و متوسطا در 3 ست 20 تایی به صورت مجزا انجام بدن، یعنی 3 ست 20 تایی جلو ساعد، بعد 3 ست 20 تایی پشت ساعد. حرفه‌ای‌ها توصیه میشه که در 1 ست انجام بدن، نهایت در 2 ست انجام بدن به صورت سوپر ست. یعنی به صورت سوپر ست 20 تا جلو ساعد و 20 تا پشت ساعد. و حالا چرا میگم 20 تا؟ عضله ساعد دست جزو عضله هایی هستش که باید به صورت هوازی این عضله تمرین داده بشه. ما توی بدنمون 3 تا عضله داریم که باید به صورت هوازی اینا تمرین داده بشه و به صورت هوازی اینا حرکاتشون انجام داده بشه. مشهورترینش شکم هستش، یه دونه ساعد دست هستش، یه دونه ساق پا هستش. حالا این 3 تا عضله که هوازی باید تمرین داده بشن، باید هر ست حرکاتشون، یا کلا 1 ست میزنید، کلا ست حرکاتشون باید بیشتر یا برابر 20 تا باشه. و اینکه قبل و بعد این حرکات هوازی باید آب زیاد بخورید نسبت به تمرینات دیگه. موفق باشید. خدا نگهدارتون.